نصرت الله ولد شریف ولد کنجیف هستم از دوشنبه باشنده تاجیکستان شهروند تاجیکستان. من 1 سال و 2 ماه قبل در روسیه بودم و در روسیه کار میکردم و در آنجا تقریبا 1 ماه با اینترنت با معاویه شناس شدم، رهبر گروه داعش که در همین افغانستان کار فعالیت دارد شناس شدم و او مرا دعوت به جهاد کرد و من دعوت او را پذیرفتم و من که گفتم برای راه برای من پول لازم است، من از او خواهش کردم برای پول، او به من پول را روان کرد به کارتم که با اسم الکساندر به همون کارت من 20,000 روبل گذشت و بعد من برای برآمدم طریق آذربایجان گذر کردم، ترانزیتی به ایران آمدم و در ایران هم یک چند وقت اونجا بودم و باز به علاقه برآمدم. آنها گفتن با طیاره به افغانستان داخل شو و بعد 2 نمره معاویه به من داده بود، گفت وقتی که داخل افغانستان میشوی با این نمرها با ما پیوست میشوی، یعنی به اینها زنگ بزن. و من داخل افغانستان کشیدم به اون نمر زنگ زدم، اونها مرا گفتن به قندوز بیا. بعد به قندوز آمدم، باز گفتن به تخار بیا، ما تو رو از اینجا باز میگیریم. بعد به تخار آمد، همین کماندان امنیت ملی مرا دستگیر کردن. معاویه خود تابع کشور تاجیکستان است و این را دقیق نمیدانم که از کجای تاجیکستان است، ولی میدانم که تاجیک است.